سلام رفقا، خوش اومدین به این ویدیو. این ویدیو اولین ویدیویی هست که امسال ضبط میکنم. توی این ویدیو قراره با هم یه پرونده جنایی که هنوز حل نشده رو با هم دیگه بررسی کنیم. فقط قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو حتما ساب کن. آقا چند بار بگم ساب کن. آماده باشید بزنیم بریم سراغ ویدیو. چقدر سریع گفتم. Let's go. این جریانه برمیگرده به یه دختر که میان توی هتل پارتی و قراره با دوستاش خیلی خوش بگذرونه. این دختر قبل از اینکه بیاد هتل پارتی زیاد حالش خوب نبوده، حوصله نداشته، اما به اصرار دوستاش میفته توی رو در وایسی، مجبور میشه که بیاد. وقتی دختره میره هتل پارتی، دقیقاً چند ساعت بعد پلیس جسد این دختر رو توی یکی از فریزرهای آشپزخونه این هتل پارتی پیدا میکنه. وقتی که دوربینای امنیتی رو میان چک میکنن، میبینن که دختره از پارتی خارج میشه، میاد توی راهروهای هتل پارتی راه میره و از راه رفتنش مشخصه که بدجور مست شده. چرا فاز الکل از سرمون نمیبره، سنگ بزن آمبولانس، اینم از شانس ماست، توی آمبولانس که قالدینی داره دانس، سنگ بزن آمبولانس، اینم از شانس ماست. نه شوخی بسته. بعدش همینجور که دارید میبینید این دختره داره همینجوری تو راه که راه میره داره کم کم وارد قسمت سردخونه آشپزخونه میشه و این قسمت سردخونه چون در حال بازسازی بوده، هیچ گونه دوربینی داخل اونجا نصب نشده بوده و مشخص نیست دقیقاً این دختره چجوری وارد اون قسمت سردخونه شده و خیلی ها میگن به خاطر اینکه مشروبات الکلی زیاد خورده اووردوز کرده و مرده. ولی با این حال باز یه سری سوالات پیش میاد که اولا این قسمت سردخونه تازه در حال بازسازی بوده و کسی از اون سردخونه اطلاعی نداشته. دوما درای سردخونه انقدر بزرگ و محکم بودن که اصلا یه نفر، اونم یه دختر مست، نمیتونسته اون در رو باز کنه. اون درا رو باید دو نفری باز کرد و اینکه این دختر مست چجور وارد این قسمت سردخونه شده، چجور در این سردخونه باز شده و اینا، این یک مورد رو اصلا کسی نمیدونه. و اینکه این دختر مست چجوری این درای فریزر رو باز کرد و جسدش داخل یکی از این فریزرها پیدا شده رو هنوز هیچ کس نمیدونه. اگه بخوایم این پرونده رو یه پرونده قتل در نظر بگیریم، اون کسی که این دختر رو کشته مگه برنگشته؟ چرا دوربینا اینو ضبط نکردن؟ که میتونیم بگیم همون علتش ممکنه همون سکته بوده باشه که اونم واقعا بر فرض شکه. واقعا اینکه بگیم مثلا درای فریزر ممکنه از قبل باز بوده باشن و این دختر اونجا مثلا سکته کرده، اووردوز کرده و این یک مورد پرونده‌ایه که هنوز دقیق مشخص نیست که چه اتفاقی و چه بلایی سر اون دختر اومد و در کل علت قتل این دختر هنوز مشخص نشده. خب رفقا، اینم از ویدیوی امروزمون. میدونم زیاد ویدیو طولانی نبود ولی خب به هر حال یه ویدیو کوتاه دارم میگیرم که دوباره مهارت ویدیو گرفتم دوباره پیدا کنم که بتونم دوباره ویدیوی طولانی تری بگیرم. فعلا همین رو داشته باشید و مرسی از تماشاتون و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.